خب دختری خوبم، رسیدیم به فعالیت. الان میخوایم با هم دیگه فعالیت رو حل کنیم که 1 سال و از چند قسمت تشکیل شده. میریم ببینیم توی مثال برای ما چی گفته. برای ساختن عددهای اعشاری 10 کارت با رقمهای 0 تا 9 درست کنید. هر جا لازم شد از علامت ممیز استفاده کنید. به عنوان نمونه علی با 4 کارت یک عدد اعشاری درست کرد، 197,000. نکته‌ای که این سال داره و ما باید بهش توجه کنیم اونم اینه که به ما گفته به شما 10 تا کارت داده. وقتی میگه به شما کارت داده یعنی چی؟ توی فصل اول با این موضوع آشنا شده بودیم، یعنی تکرار ارقام مجاز نیست. پس یادمون نمیره هر وقت هر جای کتاب به من بگه به تو کارت دادم یعنی دیگه تکرار ارقام مجاز نیست، چون که اون کارت مصرف میشه و دیگه من نمیتونم برای بار دوم یا سوم از اون عدد استفاده کنم. حالا میرم برای قسمت الف. میگه شما عدد 10 را در سمت چپ ممیز درست کنید. یعنی اینجا، یعنی این سمت ممیز عدد 10 را درست کنید. شما اگر تو خونه میتونید برای خودتون کارت درست کنید و عین چیزی که گفته کارت رو بذارید اینجا. اما الان دیگه این امکان برای من نیست که کارت بذارم، پس عدد رو مینویسم. یعنی کارت 10، کارت 1 و 0 رو اینجا قرار میدم. 1 اینجا و 0 رو اینجا تا عدد 10 ساخته بشه. خب قسمت اول سال رو انجام دادم. حالا میگه سپس با 3 کارت دیگر نزدیکترین عدد ممکن به 10 را درست کنید. سپس با 3 کارت دیگر نزدیکترین عدد ممکن به 10 را درست کنید. خب داریم یک عدد اعشاری درست میکنیم و از ما میخواد که اون عدد اعشاری به 10 نزدیک باشه. اگر رقم‌های اعشارش کوچیک باشن به 10 نزدیکن، اما اگر بچه‌ها رقم‌های اعشار رو بزرگ بذاریم دیگه از 10 دور میشن. به کدوم عدد نزدیک میشن؟ آفرین بچه‌ها، به 11 نزدیک میشه. اما اینجا از من چی خواسته با کارت ها رو جوری بچینم که نزدیک ترین عدد به 10 باشه. پس من باید برم دنبال کارت های کوچیکتر، باید برم دنبال کارت های کوچیکتر. چرا؟ چون که میخواد نزدیک به 10 باشه باید کارت عددهای کوچیکتری انتخاب کنم، چون که هرچی اعشارم کوچیکتر باشه به 10 نزدیکتره و هرچی اعشار بزرگتر بشه از 10 دورتر میشه. کوچیکترها به 10 نزدیکتر، بزرگترها از 10 دورتر. خب اینجا گفتیم برای این 3 تا باید کارت های کوچیک رو پیدا کنیم. کوچیکتر از همه 0، اما 0 رو نمیتونم استفاده کنم. چرا؟ چون که تکرار ارقام مجاز نیست. من یه بار 0 رو اینجا استفاده کردم. بعد کدوم 1 هم نمیتونم استفاده کنم. چرا؟ چون که اینجا کارت 1 رو استفاده کردم. پس میرم سراغ بعدیش، یعنی 2 رو میشه چون استفاده نکردم. بعدیش 3 رم میشه چون استفاده نکردم و بعدیش 4. پس عدد شد 10 ممیز 234,000. این کوچکترین عدد، این نزدیکترین عدد به 10. خب میریم برای قسمت بعدی سال. حالا نزدیکترین عدد ممکن به 11 را درست کنید. بازم ما باید اینجا تو سمت چپ 10 رو میذاشتیم. همون قسمت گفته بود تو سمت چپ ممیز 10 رو بذارید. من این تیکه رو یادم رفته بود بذارم. 10 یعنی کارت 0 1 رو گذاشتم. حالا اینجا میخواد توی این 3 رقمی که بعد از ممیز قرار گرفته اعداد رو طوری قرار بدم که نزدیکترین عدد به 11 باشه. گفتم بچه‌ها هرچی رقم‌های اعشار کوچیک‌تر باشن به 10 نزدیک‌ترن، اما هرچی رقم‌های اعشار بزرگتر باشن از 10 دورتر میشن و به عدد بعدی نزدیک‌تر میشن، یعنی به 11 نزدیک‌تر میشن. پس برای اینکه این عدد به 11 نزدیک‌تر بشه اعداد بعد از ممیز رو باید به بزرگترین حالت ممکن بذارم، چون که هرچی رقم ها بزرگتر باشه از 10 دورتر و به 11 نزدیکتر. میتونید توی محورم امتحان کنیم. مثلا اگر این یه محور باشه، این مثلا 10 باشه و این 11 باشه،
ببین مثلا 10 قسمت مساوی تقسیمش میکنم بچه ها با یک رنگ دیگه. برای 10 قسمتم 9 تا خط میکشم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا خط کشیدم. ببین اگر 1 باشه یعنی 10 و 1/10 باشه به 10 نزدیکتره، اما هرچی رقم ها بزرگتر میشه مثلا 10 و 9/10. ببین الان شما به 11 نزدیکتر شدی، درسته؟ الان دیگه نزدیک 11، فقط 1/10 تا 11 فاصله داری. پس به این نتیجه میرسیم که هرچی رقم های اعشار رو بزرگتر در نظر بگیرم به 11 نزدیکتر و از 10 دورتر میشم و هرچی هم کوچیکتر به 10 نزدیکتر. پس برای اینجا، برای اینکه به 11 نزدیک بشه باید رقم های اعشار رو به بزرگترین حالت ممکن بذاری. پس میرم دنبال بزرگترین ها میگردم. بزرگترین کدوم کارت بچه ها؟ کارت 9. بعد نوشته شد، دوباره می نویسمش 9. بعدی کدوم بچه ها؟ 8 و بعدی 7. چرا تکرار ارقام نداریم بچه ها؟ چون که کارت، وقتی کارت ده من کارت 9 رو استفاده کردم، دوباره نمیتونم 9 رو بذارم، پس این تکرار ارقام نداره. خب اینم از این قسمتش. حالا میریم برای قسمت بش. میگه جدول ارزش مکانی را کامل کنید. با 5 کارت و قرار دادن آنها در ستون جدول‌ها بزرگترین و کوچکترین عدد ممکن را درست کنید و به حروف و رقم بنویسید. وقتی میگه 5 کارت یعنی چی بچه ها؟ یعنی عددهایی که من میخوام بسازم باید 5 رقمی باشه. بزرگترین عدد 5 رقمی با این کارت ها و کوچکترین عدد 5 رقمی با همین کارت ها باید بنویسم. چون که بچه ها بازم کارت، حواسم هست که تکرار ارقام نداره، یعنی وقتی بزرگترین رو نوشتم دیگه امکان استفاده از اون کارت ها برای کوچکترین ندارم، دیگه تکرار ارقام نداریم. بزرگترین برای نوشتن بزرگترین 5 رقمی، ببین من 5 مثل همیشه مثل فصل 1 جایگاه 5 تا رو میذارم. 1 2 3 4 5. میخوام بزرگترین عدد 5 رقمی بسازم با عدد 0 تا 9. برای بزرگترین ها از بزرگترین رقم ها شروع میکنم، یعنی اول 9، اول این 9 هم نوشته نمیشه، اول 9، بعدش بزرگترین کدومه؟ 8، بعدش 7، بعدش 6 و بعدش 5. پس عدد میشه چی بچه ها؟ 98765. بزرگترین عدد 5 رقمی با این کارت های موجود این عدد میشد که اینجا از من خواسته به حروف هم بنویسمش. خب پس به حروف می نویسمش. میشد چی بچه ها؟ 98 1000 و 765 765. خب این از بزرگترین که تو جدول ارزش مکانی هم قرارش بدم. دقت کن اینجا ممیزه، پس از یکانش میذارم 5 6 7 8 9. خب میریم برای کوچکترین. برای کوچکترین باید چی کار کنم بچه ها؟ باید کوچکترین رقم های موجود رو استفاده کنم که البته چون که اینجا اعشار داریم میتونیم هرچی هم عدد اعشاری بزرگتر باشون عدد کوچکتر میشه. پس من ممیز رو میذارم، عدد رو برای کوچکترین اعشاری میسازم، کوچکترین ها رو استفاده میکنم. کوچکترین همه اول کدومه؟ 1، بعد کدومه؟ 2، بعد کدومه؟ 3، بعد کدومه؟ 4. پس الان من کوچکترین عدد
5 رقمیه با 5 کارت دیگه. صفر هم اینجا استفاده شد، یادتون باشه اینجا الان ما کارت صفر رو هم استفاده کردیم. گفته 5 کارت، اینجا الان ما کارت صفر 1 2 3 و 4 رو استفاده کردیم. شد 1234 هزارم. 1234 هزارم. خب حالا اول توی من داخل جدول بنویسمش و بعد به حروف قرارش میدم، فقط برای اینکه قاطی نشه. بچه ببین اینو ردیف بالا ما نوشتیم برای اینکه یه بار جوری قرارشون بدید توی جدول احساس نشه ادامه عدد بالاست. پایین تر می نویسیمش. صفر رو اینجا میذارم، این 1 2 3 و 4. 1 2 3 و 4 اینم ممیزه که قرار دادم. این توی جدولش. حالا به حروفش می نویسیم 1200 1234 10,000. خب اینم از این. پس یه بار دیگه فقط توضیح کلیش رو میدم بچه ها. توی قسمت ب از من میخواد که با 5 کارت بزرگترین و کوچکترین رقم های ممکن رو، عددهای ممکن رو بسازم. بزرگترین ها بعد برم سراغ بزرگترین کارت ها بدون اشار که 9 8 7 6 و 5 میشه و برای کوچکترین ها هر چی عدد اشار باشه کوچکتری دیگه. پس میریم سراغ اشار و کوچکترین رقم ها رو میذاریم. صفر رو قبل از ممیز میذارم. گفته 5 کارت، بعد 1 2 3 و 4 هم کارت که به ترتیب از کوچکترین برای نوشتن استفاده میکنم. خب میریم صفحه بعد، ادامه فعالیت. قسمت ب فعالیت، قسمت پ فعالیت، ببخشید بچه ها. خب میگه کارت های 0 تا 9 را طوری در جای خالی قرار دهید که بزرگترین و کوچکترین حاصل درست شود. این فعالیت بچه ها کلن سوالهای خیلی خیلی مهمی داره و شما حتما باید بهش توجه کنید. پس حتما بچه ها بالای این فعالیت بنویسید که خیلی مهم، تک تک سوالهای جالب و با اهمیتی هستند که حتما باید حل این نمونه سوالها رو بلد باشید. بریم برای قسمت پ. گفته بچه‌ها جوری قرارش بدیم که بزرگترین و کوچکترین حاصل به دست بیاد. دقت کن، برای اینکه بزرگترین حاصل به دست بیاد جمع کرده، اما برای اینکه کوچکترین حاصل به دست بیاد منها کرده. پس به این نکته هم توجه کنید. برای بزرگترین حاصل جمع کرده. طبیعتاً بچه‌ها برای اینکه من بزرگترین حاصل رو به دست بیارم باید چی کار کنم؟ عددهای بزرگتر رو با هم جمع کنم. درسته؟ خیلی ساده است. نکات ریزی داره، اما اگر باهوش و زرنگ و با دقت باشید به سادگی میتونید نکات رو بفهمید. برای اینکه بزرگترین حاصل به دست بیاد باید عددهای بزرگتری رو با هم دیگه جمع کنم. خب بزرگترین کارت های ممکنه من کدومه بچه ها؟ بزرگترین کارتی که من دارم 9. بعدی کدومه؟ 8. نه نباید اینجا 8 رو بنویسید. دقت کنید. من مخصوصا اینجا 8 رو نوشتم. دقت کنید. اینجا این نکته داره. 2 تا نکته داشت. یکی این که خب طبیعتا برای که من بزرگترین حاصل رو به دست بیارم باید بزرگترین رقم ها رو بذارم. اما دقت کنید وقتی میخوای بزرگترین رقم ها رو بذاری چیدمانشونم خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگه 10 تایی ها بزرگتر باشن طبیعتا حاصل بزرگتره. اگر یکی ها بزرگتر باشن حاصل بزرگتره. پس چیدمان مهمتره. برای اینکه حاصل من بزرگتر باشه من توی 10 تایی ها بزرگترین ها رو میذارم. یعنی 9 رو میذارم توی 10 تایی که بزرگترینه، 8 رو هم میذارم توی 10 تایی که باز حاصل بزرگترین حالت ممکنش پیش بیاد. بعد باز اینجا 7 رو میذارم، بازم اینجا 6 رو میذارم. اینجوری بزرگترین ها
به وجود میاد و اینجا 5 رو میذارم. پس ببین من بزرگترین کارت هم اونجا گذاشتم، اما چیدمانشون یکم با همیشه فرق میکرد. برای اینکه بزرگترین حاصل به دست بیاد 10 تایی هامون باید بزرگترین باشن. پس 9 و 8 که بزرگترینه توی 10 تایی قرار میدم، بعد یکی ها باید بزرگترین باشه. 6 و 7 که بزرگترینن توی یکی ها قرار میدم و بعد توی دهم 5 رو قرار میدم. حالا جمع میکنم، اینم که ممیز میذارم، 0 میذارم که بتونم جمع اعشاری رو انجام بدم. 0 با 5 میشه 5، 7 با 6 میشه چند بچه ها؟ میشه 13. 3 رو می نویسم، یکش میره بالا. 1 با 9 10، 10 با 8 18 شد. 18 شد 183 و 5 دهم. این بزرگترین حاصل ممکن بود. حالا میریم برای کوچکترین. دقت کن برای کوچکترین چی داده؟ منها داده. برای کوچکترین منها داده. خب حالا برای اینکه ما کوچکترین حاصل رو به دست بیاریم بچه‌ها چی کار باید کنیم؟ باید عدد کوچکتر رو، یعنی کوچکترین عدد. البته ببین دقت کن وقتی من میگم کوچکترین کارت ها، ببین خودش اینو 3 رقمی داده، اینو 2 رقمی داده، پس خودش اینو در نظر گرفته. هر چقدر من کوچکترین کارت ها رو بذارم بازم این عدد بزرگتر میشه. یه بار نگه وقتی من دارم کوچکترین کارت ها رو میذارم نمیتونم منها کنم چون که این عدد کوچکتر از اینه. نه، این خودش 3 کارت داده، یعنی 3 رقمه، اما این 2 تا رقمه، پس میشه منها کرد. برای اینکه من بتونم ببخشید بچه‌ها برای اینکه بتونم کوچکترین حاصل رو به دست بیارم باید عدد کوچیکی رو از بزرگترین کم کنم. یعنی باید کوچکترین کارت ها رو توی اون 3 رقمیه بذارم و بزرگترین کارت ها رو توی اون 2 رقمیه بذارم. پس برای اینکه من کوچکترین رو به دست بیارم، کوچکترین حاصل رو به دست بیارم، باید یک عدد 3 رقمی کوچیک رو از یک عدد 2 رقمی بزرگ کم کنم. اینجوری بگم بهتره. یک عدد 3 رقمی کوچیک از یک عدد 2 رقمی بزرگ کم کنم تا کوچکترین حاصل به دست بیاد. خب برای 3 رقمیه وقتی میخوام من کارت ها رو جوری بچینم باید دنبال کوچکترین ها برم دیگه. گفتم کوچکترین عدد 3 رقمی، بعد کارت ها رو جوری بچینم که کوچکترین باشه. خب برای اینکه کوچکترین باشه، کوچکترین کارت من 0، اما میدونم اینجا 0 نمیتونم بذارم چون که اون موقع توی منها مشکل پیدا میکنم. پس چی میذارم بچه‌ها؟ 1 میذارم. حالا اینجا 0 رو میذارم. کوچکترین کارت بعدی کدومه بچه‌ها؟ 2. اینجا هم 2 رو میذارم. خب حالا برای این یکی باید بزرگترین ها رو بذارم. قرار شد توی این یکی کارت بزرگترین ها کار بذارم. بزرگترین کدومه؟ 9. بعدش کدومه؟ 8. شد، ساخته شد. الان ببین من توی این ردیف کوچکترین ها رو گذاشتم و توی این ردیف بزرگترین ها رو گذاشتم تا کمترین حاصل یا کوچکترین حاصل به دست بیاد. حالا منها میکنم. 2 تا دارم 8 تاش بره نمیشه، میره خونه بغلی تا قرض بگیره. 0 هم که هیچی نداره، پس میریم از بغلش قرض میگیریم. اینا رو پاک کنم که بتونم قرض بگیرم. خب 1 میشه 0، 0 میشه 10، دوباره 0 میشه 10، دوباره 10 میاد به 2 قرض میده، یعنی این میشه 9، 2 میشه 12. 12 تا دارم 8 تاش بره میشه 4، 9 تا دارم 9 تاش بره 0 هم میاد پایین، شد 4 صدم کوچکترین حاصل. یک بار دیگه قسمت پ رو به طور کلی توضیح میدم. گفته با کارتای 0 تا 9 در جای خالی جوری قرار دید که بزرگترین و کوچکترین حاصل درست بشه. دقت کنید برای بزرگترین حاصل خودش چیکار کرده؟ جمع کرده و برای کوچکترین حاصل منها کرده. برای اینکه من بزرگترین حاصل رو به دست بیارم طبیعتاً باید عددهای بزرگتر رو با هم جمع کنم.
تنها نکته‌ای که داره یادت باشه وقتی دهگان‌ها یا صدگان‌ها یا هزارگان‌ها بزرگتر باشن حاصل هم بزرگتره. پس من توی دهگان‌ها بزرگترها رو میذارم. 9 و 8 رو توی دهگان میذارم، بعد 7 و 6 رو توی یکی و 5 رو هم توی اعشار قرار میدم تا بزرگترین حاصل به دست بیاد. اما برای کوچکترین چی؟ برای کوچکترین باید یک 3 رقمی کوچیک رو از یک 2 رقمی بزرگ کم کنم. یک 3 رقمی کوچیک از 2 رقمی بزرگ. برای ساختن کوچکترین 3 رقمی باید دنبال کوچکترین کارتا برم. 0 رو نمیتونستم اول بذارم، 1 رو گذاشتم، بعد 0 و بعد 2. خب دقت کنید بچه‌ها، یه بار اینجا این سوال براتون پیش نیاد که این 0 یعنی از کارت 0 استفاده شده و من دیگه نمیتونم 0 رو بذارم. نه، ببین این 0 رو خودش گذاشته، از کارت های من بر نداشته، پس من کارت 0 رو دارم. پس این نکته رو توجه کنید. یه بار نیاید به من پیام بدید که خانم کارت 0 استفاده شده، شما چطور دوباره استفاده کردید؟ نه، این 0 رو خودش داده، ما اصلا نذاشتیم، اینو خودش بهمون اضافه بر سازمان داده، پس این 0 هست و از کارت 0 من استفاده نشده. خب بعد کارت 0 و بعد هم کارت 2 کوچکترین ها 2. برای بزرگترین ها 9 و 8 رو قرار میدیم منها میکنیم و حاصل کوچکترین رو به دست میاریم. اینم از فعالیت. امیدوارم که فعالیت و کار در کلاس رو به خوبی یاد گرفته باشین. خسته نباشین دختری خوبم. اگر هم سوالی بود تو همینجا نذارید انباشته بشه، توی همین قسمت همین امروز از من سوال کنید. سوال‌ها رو اگر در طی ماه و همزمان با جلو رفتن کلاس بپرسید خیلی بهتره، چون که یادگیری موثرتره و دیگه جایی براتون مشکل و مبهم باقی نمیمونه. خسته نباشید. خدا نگهدار.